شام 28 آگوست سال 2022 ساعت 20:11 دقیقه راننده ماشین تمغه شورالت هنگام حرکت در داخل بازار میوه و سبزیجات معروف با نام سفیسکای اوش بازار در شهر سنت پترزبورگ روسیه از عهده اداره ماشین برآمدن نتوانسته با صورت بلند به یک ماشین فور پرسپدار تمغه من برخورد. در این ماشین 5 شهروند تاجیکستان سوار بودند. در نتیجه این صدمه راننده ماشین که 23 سال داشت و دو مسافرش که 20 و 21 سال داشتند در جای حادثه جان باخته. دو مسافر دیگر هر دویش 21 ساله را با جراحت‌های زیاد به بیمارستان بردند. وضع یکی آنها میانه و دومی وزنین گفته می شود. در ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی که نسخه‌اش را اداره پایگاه خبری بامداد نیز به دست آورده دیده می شود که ماشین با سرعت بلند حرکت دارد و ناگهان به فور بر میخورد. در یک لحظه در جای حادثه ازدحام بزرگ جمع می شوند که با یک سختی درهای ماشین کاملا پچق شده را گشوده قربانیان صدمه را از داخل ماشین بیرون میبرند. به اداره بامداد ویدیوی جسدهای به خون آغشته قربانیان صدمه ها را هم فرستادند، ولی از نشر آنها خودداری میکنیم. به اداره بامداد میسر شد که اسم هلاک شدگان را معین کند. همه آنها زادگان دهه زرنسار جماعت غزنترک نوحه دوشتیج بوده در یکی از دکانهای بازار سفیسکای به حیث گروه کار میکردند. اسم هلاک شدگان را نشر میکنیم. خدایبردیف سفر سال تولدش 1298، حضرت قلوف فرخ سال تولدش 2001، خلمتوف خوشنود سال تولدش 2002. در بعضی میوه و سبزیجات سفیسکای در پترزبورگ صدها تن از زادگان منطقه گوناگون تاجیکستان کار میکنند. حالا جمعیت تاجیکان پترزبورگ مسئله به وطن فرستادن جنازه های قربانیان صدمه را بررسی کرده ایستاده است. در نیمه اول سال 2022 از خارجه اساساً از روسیه به تاجیکستان جنازه های 486 شهروند در مسافرت ففتیده این کشور را آوردند. در عموم هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده های خود به روسیه به مرد کاری می روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا می کنند. فلاکت ها در جای کار و جای زیست و صدمه ها یکی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می رود.